تک صاحب، یک زمان شما سفیر نیروهای امنیتی افغانستان بوده و فکر کنم که سفیر اداره ریاست امنیت ملی افغانستان بودیم. بعد از اینکه اداره نظام افغانستان سقوط کرد و فرو پاشید، یک تصویر از شما را من دیدم با سراج‌الدین حقانی خلیفه انتحاری ها که به سر شما لونگی میگذاره، او لونگی که افتخار ما افغان هستک. بعدا یک تصویر از شما را دیدم که با هنس حقانی برادر سراج‌الدین حقانی در یک دسترخوان نشستین و نان میخورین و برای من یک سوال پیدا شد در این زمان که هوتک صاحب گرامی، آیا ورزش واقعا غیر سیاسی است و یا ورزش افغانستان در سیاست دخیل است؟ زمانی که شما پیش سراج‌الدین حقانی رفتین و به سر شما لونگی گذاشت، آیا هوتک صاحب گرامی با خود فکر نکردین از او اداره که شما سفیرشان بودین و نمایندگی میکردین، دشمن اصیل از او اداره سراج‌الدین حقانی خلیفه انتحاریای افغانستان بوده و دشمن اصیل و نیروهای امنیتی افغانستان و دشمن مردم افغانستان هنس حقانی بوده؟ در این باره یک کم برای ما توضیح بتین هوتک صاحب گرامی که آیا ورزش واقعا غیر سیاسی است در افغانستان و یا سیاسی است و یا کارکرد شما در اداره جمهوریت غلط؟ بعد از پیش سوالتان گرفتم. تشکر. با سوال در جواب میتم. بسیار تشکر. همین بسوی تمام برای دوستا شدم. من حال میگم شاید از اول تا حال گفته باشم که من ورزشکار ملت هستم و ملت میشم. من از سال 2008 که مسابقات خارجی میکنم. در افغانستان رژیم تبدیل میشن، از جهادیا بودن، از خیلی بودن، رهبرا بودن، از اقوام مختلف بودن. هر مسابقه که ما بردیم آمده بر ما لونگی داده، بر ما کلا دادن، بر ما چپن دادن، بر ما چی دادن. من نمیشم، من از دان ما شنیدی از جمهوریت که ما گفته باشم که زنده باد او رهبر، زنده باد او رهبر، زنده باد او رهبر. همیشه گفتیم که زنده باد انسانیت، لعنت به قوم‌پرستی و ما ورزشکار ملت هستم. درست است؟